به نام خدا. با عرض سلام خدمت همراهان گرامی، بنده دکتر امیرحسین گودرزی هستم، متخصص روانشناسی و علوم اعصاب شناختی. یکی از ابزارهایی که امروزه میتونه به روانشناسان و روانپزشکان کمک بکنه تا یک تشخیص جامعی رو در جهت اختلالات روان به دست بیارن، ابزاریه که به عنوان نقشه مغزی یا QEEG شناخته میشه. در واقع این ابزار در کنار سایر روش‌های ارزیابی مثل مصاحبه بالینی یا ابزارها و آزمون‌های روانی میتونه به ما یک تشخیص دقیق رو از کارکرد روانی فرد بده. از طرف دیگه نه تنها نقشه مغزی در تشخیص اختلالات کمک کننده است، بلکه این ابزار به ورزشکاران و هنرمندان یا افرادی که داوطلب شرکت در کنکور هستن هم میتونه کمک کنه تا یک ارزیابی رو از وضعیت روانی و مغزیشون به دست بیارن و متوجه بشن که دارای چه نقاط قوت و ضعفی هستند و از این طریق یک پروتکل و برنامه درمانی برای اونها تدوین بشه تا در جهت بهبود نقاط قوت و بهبود نقاط ضعف اونها قدم برداشته بشه. مجموعه ما با کمک دستگاه‌ها و تجهیزاتی که معتبر و دارای تاییدیه هستند آماده است تا بتونه به همه افراد و مراجعین در جهت این ارزیابی و تشخیص کمک بکنه. امیدوارم که بتونیم در این مسیر بسیار کمک کننده و تسهیلگر باشیم. موفق و پاینده باشیم.